در سامانه انستیتوت فدرالی چینک و یا معیارهای پداگوژی روسیه نمونه امتحان خارجیان برای گرفتن شهروندی این کشور نشر شده است. خبرگزاری اینترفکس با نشر این خبر میگوید که سوالهای چنین امتحان‌ها از مخزن پنهانی این انستیتوت استفاده شده بعد مدت کوتاه عوض خواهند شد. آخر هفته گذشته بر پایه قرار حکومت از 31 ایول طرز امتحان سپاری خارجیان برای دریافت شهروندی روسیه تغییر یافت. همین طریق امتحان زبان روسی برای گرفتن شهروندی روسیه برای خارجیان در شکل خطی و شفاهی و امتحان تاریخ روسیه تنها خطی گذرانده می شود. امتحان زبان روسی که طبق نقشه باید 90 دقیقه ادامه کند، از 35 سپارش مربوط به گفتار و مکالمه با روسی، میزان فهمیش نطق روسی، خوانش متن روسی داوطلب شهروندی، نوشتار، صرف و نحو و ذخیره لغوی یعنی لکسیک می باشند. اینترفکس می نویسد امکان دارد از داوطلب خواهش شود که مکالمه هنگام زیارت از شفاخانه و یا عریضه برای قبول به کار نوشته شود. همچنان امکان دارد که سپارش ها از خواندن و شرح دادن اعلان و یا حتی نوشتن دعوتنامه دوستان به توی عروسی باشد. امتحان تاریخ باشد پر خطی بوده از 18 سوال مربوط به تاریخ روسیه و 18 سوال درباره قانون اساسی، معیارهای زیست و حقوق کار، ورود و خروج از روسیه و دیگر ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی را در بر می‌گیرد.